بسم الله الرحمن الرحیم. صبحتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. نمیدونید چه هوای عالیه برای فعالیت و ورزش. بلند شید و با هم شروع بکنیم. دست‌ها رو ابتدا به سمت بالا میبریم، به سمت چپ. کشش ها بین 8 الی 12 ثانیه باید باشه. خب اینجا ما یه مقدار زمان محدودی داریم، رو همین حساب سعی میکنیم که کشش ها رو در بازه زمانی کوتاه‌تری انجام بدیم. دستا به سمت جلو. ایام امتحانات دانشجویان هستش و امیدوارم که دانشجویان عزیز دست راست جلو، به سمت چپ هدایت میکنیم. دانشجویان عزیز با فعالیت‌های ورزشی آماده امتحاناتشون بشن و آرزوی موفقیت برای همه‌شون داریم. دست چپ جلو، به سمت راست هدایت میکنیم. فراموش نکنید در هنگام ورزش لبخند زدن رو مد نظر داشته باشید. به سمت چپ